گروه کوهنوردی آراد از سال 1389 تابستان سال 1389 با همت جمعی از کوهنوردان به نام اصفهان و کوهنوردان حرفه‌ای توی زمینه‌های ورزشی کوهستان دور هم جمع شدن و برام شدن که یک گروه کوهنوردی به نام آراد تأسیس بکنن. البته لازم به ذکره که این اعضایی که جمع شدن و این گروه حالا یه جوری معرفی کردن و ثبتش کردن تقریبا از سال 76 تا موقعی که گروه ثبت شد فعالیتشون رو داشتن و به صورت حرفه‌ای کار میکردن و از سال 89 به صورت منسجم‌تر دور هم جمع شدن و این گروه تأسیس کردن. و حالا گروه کوهنوردی آراد شامل رشته‌های سنگ‌نوردی، کوهنوردی، دره‌نوردی، غارنوردی، دوچرخه کوهستان و رشته‌های پرهیجان حالا توی این ورزش‌های کوهستان بود. دره‌نوردی یکی از ورزش‌هاییه که تو شاخه‌های کوهنوردی هست. حالا این دره‌هایی که میتونه آبی باشه یا خشک باشه. از لحاظ شکل ممکنه که درها به صورت یو شکل یا وی شکل باشه. دره‌های یو شکل ممکنه تنگ بشن که عبور و مرور از توش خیلی سخت بکنن و نفراتی که سنگین وزن باشن یا فربه باشن و مشکل بهشون برمیخورن و نتونن عبور کنن و یا ممکنه که جریان‌های آبی شدید داشته باشه و عبور از اون حوضچه‌های آبی و آبشارها رو داشته باشه. توی دره‌نوردی ورزش‌های مختلفی هست مثل سنگ‌نوردی، یعنی کسی که میخواد داخل دره بشه شاید جاهای درگیر با سنگ بشه و دیوارها بشه که نیاز داره یک سری از تکنیک‌های سنگ‌نوردی بلد بشه. خب اصولا برای رسیدن به دره‌ها ممکنه شما یا صعود داشته باشین یا از یه مکانی فرود بیاین و نیاز داره که خب یک کوهنورد خوب باشین و تجهیزاتتون هم کامل باشه که بتونین به پای اون دره برسیم. پس نیازی ما داریم که کوهنوردی هم بلد باشیم. حالا توی یک سری از دره‌ها بحث کار با طناب داره، دره‌های فنی میشه که شما باید نیاز داره که با تجهیزات کار با طناب آشنا باشین. کلاه‌های خودشون میخواد، هارنس‌ها یا اون صندلی ها رو میخواد که نفر بپوشه، ابزارهای فرودش رو میخواد که بس کنه و بتونه با اون طناب‌ها از کارگاه‌های ایمنی که گرفته شده فرود بیاد به اصطلاح و عبور کنه از اون آبشارها. خیلی جاها نیاز داره که شما شنا کنید، حوضچه‌های ساکنی داره که بتونید شنا کنید. حالا این تورهای مختلفی داره، حوضچه‌های با آب‌های شفاف یا وایت واتر، آب‌های کف‌آلود ممکنه باشه و همچنین ممکنه جریان‌های آبی خطرناکی باشه که باید نفری که داخل این جریان‌های آبی میره آشنایی داشته باشه با جریان‌های آبی. کوهنوردی ورزش من و تو نیست، ورزش ماست. کوهنوردی به دید بعضی ها مردم عادی ورزشه یا یه تفریحه، ولی وقتی وارد بطنش میشی و میای تو بطنش قرار میگیری میبینی که یه روش زندگیه. کوهنوردی در واقع یه سبک زندگیه، ماخانه به دوشان طبیعتی. کوهنوردی ورزشیه که یا همون سبک زندگیه که اگه یه سیب داشته باشی بین 5 نفر تقسیم میشه. کوهنوردی
روشیه که توش آدم عشق پیدا میکنه، نظم پیدا میکنه، همکاری و هم دلیات میکنه. ما اگه بخوایم سودای دور مرز انجام بدیم مثل بعضی از ورزش‌های مختلف کشور هزینه‌ای هم تعلق میگیره و نه اینکه کسی مایل به اسپانسری این کار هست. علیرغم مشکل بیمه‌ای که داریم که رشته‌های فنی ها بیمه نمی‌کنن جدیداً شرکت‌های بیمه، امیدواریم که مسئولین رسیدگی بکنن این مشکل ما حل بشه تا با آسودگی خاطر برنامه اجرا کنیم. با اینکه گروه کوهنوردی آراد حامی مالی نداره و اینکه از طرف مقامات حمایت مالی نمیشه، با توجه به این موضوع بازم بچه‌ها همه سخت کوشن، با جدیت کار گروه ها دنبال میکنن، همه از جون مایه میذارن. همونطور که گفتم مقصودمون جذب جوان‌ها به این رشته ورزشیه و کسب قله‌های افتخار در سرتاسر دنیا برای جوان‌های مملکتمون. انشاءالله روزی ببینیم که هیچ بیماری یا هیچ معتادی در کشورمون نباشه و همه ورزشگاه باشن.